میدونید شخصیت‌های کاریزماتیک چه جور شخصیت‌هایی هستن؟ شخصیت‌های کاریزماتیک شخصیت‌هایی هستن که برای خودشون مرز مشخص میکنن. اونها کارهایی که آسونه رو انجام نمیدن، مثل به راحتی عصبانی شدن، مثل صدای بلند، مثل به راحتی هر کلامی رو ادا کردن. اونها انتخاب میکنن که چطور صحبت کنن، از چه کلامی استفاده کنن، از چه جمله هایی در دیالوگ هاشون استفاده کنن. اونها انتخاب میکنن حتی چطور غذا بخورن. اینها شخصیت های کاریزماتیک هستن، اما نه فقط شخصیت کاریزماتیک، بلکه انسان های قوی و با اراده‌ای هستند. اونها اراده میکنن، انتخاب میکنن که چطور باشن، انتخاب میکنن که کی باشن، چه شخصی باشن، چه شکلی دیده بشن، حتی تو خلوت خودشون. دوستتون دارم.